سیتا قاسمی هنرمند افغان در کشور جرمنی، اما به چی دلیل؟ آیا با واقعیت وی مجروح است و در شفاخانه بستری است؟ دلیل این کار سیتا قاسمی چی بوده است؟ دختران سیتا قاسمی نزدیکی است و گفتنی های تازه سیتا قاسمی درباره همسر اول و دومش. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر است. ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو. برای حمایت هرچه بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. سیتا قاسمی هنرمند مشهور شناخته شده و مطرح افغان که در میان مردم افغانستان علاقه‌مندان و دوزاران خاص خودش را داشته است. سیتا قاسمی چند سال قبل به طور رسمی و مسلکی هنر موسیقیش را در میان مردم افغانستان گسترش داد. این هنرمند محبوب افغانی توانست عاشقانه هنر موسیقیش را بسرایت و تاکنون آهنگهایش مورد حمایت گسترده افغانها قرار می‌گیرد. سیتا قاسمی اولین آهنگش را با ولی اجازی سرود، اما در آن زمان ولی اجازی امتیاز این آهنگ را برای سیتا قاسمی نداد. سیتا بعد از آن که از شوهرش جدا شد با دو دخترش در کشور آلمان زندگی مستقل داشت و آهنگ‌های تاکنون سروده است و خصوص آهنگ‌های وی با شفیق موری تاکنون ماندگار است. سیتا کنسرت‌های کوچکی هم برگزار می‌کند، علاقه‌مندان خوبی دارد. این هنرمند بعد از آن که از شوهرش جدا شد دیگر ازدواج نکرد و در کشور جرمنی زندگی خوش و آرامی داشت. تازه تصاویر سیتا قاسمی نشر می شود که این هنرمند در کشور دبی خودکشی کرده است. دلیل این کار که چرا سیتا قاسمی خودکشی کرده است معلوم نیست، اما من آرزوی صحتمندی برای این هنرمند با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. دوستداران و همراهان نهایت ارجمند و گرامی کانال دنیا اینفو، اگر شما هم دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. تا درود دیگر تک تک شما نازنینان را به الله منان امانت گذاشته موفق کامیاب باشید.